أينما كنا أينما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان گرامی به برنامه رمضانی که حدیث متعلق به روزه است و مسئله وجود دارد که از حدیث گرفته می شود جوابش را. ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر بر امتی من مشقت نمیشد من امر میکردم که به هر یک نماز مسواک بکنند. اینی در اینجا حدیث عام آمده است غیر رمضان و در رمضان نیست. وقتی که انسان مسواک میکند مسواک یک طعم دارد. اگر انسان در ماه رمضان مسواک کرد و اندک طعمش رو در حلقش حس میکند، آیا این روزه انسان رو میشکند یا کی نمیشکند؟ البته که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، امر میکردن به هر یک طهارت کردن مسواک بکنند. در یگان جا وارد نشده است که در ماه رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک را منع کرده باشند. آن انسان وقتی که مسواک میکند البته بعضی همون طعم رو نمیخواهد که به درونش برود، اما چیزهای کم و اندک طعم در حلقش حس میکند، او روزه انسان را باطل نمیسازد. و اینچنین کسی که بلغمش از بینیش به دهانش می آید نباید او را فرو دهد، زیرا چیزی ناپاک است. وقتی که به دهانش آمد و فرو داد بلغمش را، روزش نمیشکند. اما اگر از روی قصد بلغمش رو فرو داد، بعضی علما میگویند که روزش میشکند. اما قول راجح از این است که اول انسان فرو ندهد بلکه او را از دهانش بیرون پرتوید. اما از روی قصدنگ یا سهوا فراموشی او را فرو داد، روزش نمیشکند. و اینچنین شخصی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از در حدیث انس بن مالک میگویند که پیامبر سرشان را زیتون میمالیدند و بعضی خوشبویی ها را میزدند. اینچنین شخصی که اگر به مویش زیتون استعمال بکند روزش نمیشکند. و اینچنین شخصایی که به پوست های بیماری دارند که اگر بعضی کریم ها را استعمال نکنند پوستشان شخ می شود، اگر چنین استفاده بردن روزشان نمیشکند. و برای زیبا کردن بر روی و به دیگر پوست های خود اگر در ماه رمضان در روزه استعمال کردن نیز روزهشان نمیشکند، به روزه خلل وارد نمیسازد. این بود بعضی جوابهای بعضی عملهایی که انسان در ماه رمضان کرد روزهش نمیشکند.